اگر شو خود نمیبره، اضطراب داری، استرس داری، تکرار ادرار داری، این حرکت بهت کمک میکنه که همه اینا در تعادل قرار بگیره. خب میریم رو 4 دست پا. رو 4 دست پا قرار میگیری، پاهات یه زانوت یه ذره از هم باز. خب نه خب میان رو 4 دست و پا، پنجه پاتون هم میلین روی زمین، کف دستتون رو زمین. با بازدم پشت کمرتون قوز میکنین، چونتون رو به سینه نزدیک میکنین. با دم سر میارین بالا، پشت کمرتون رو قوس میکنین به سمت دومن، به سمت زمین. دوباره بازدم، چونه به سمت سینه، دوباره دم، پشت کمر قوس. اگه تکرارم ادرارم داری این حرکت خیلی کمکت میکنه. البته نصف شو هم او زیاد نخوره. خب قلب کو کجا؟ این قلب کو هم اینجا، این قلب کو هم سرخ کاست، نه درست سفیده. سیوش هم کن، به دردت میخوره. مهربانی هم تکثیر کن. پر از نور و برکت باشی.